دوربین هوش مصنوعی گوگل فعال شده و هر چیزی که شما می‌بینید رو اون هم دیگه میتونه ببینه. آب دستتونه بذارین زمین جمنای رو نصب کنید چون دیگه این هوش مصنوعی نیست، تقریبا شبیه معجزه است. بیاین بهتون نشون بدم. جمنای سلام، چی داری توی تصویر می‌بینی؟ چه ساعت زنگدار قدیمی و زیبایی. به نظر میرسه که روی یک مبل قرار داره. درسته؟ آره اینا به انگلیسی چی میشن؟ میشه بگی اسم انگلیسیشو؟ بهش میگن alarm clock. میشه یه جمله ساده انگلیسی باهاش بسازی؟ حتما. مثلا میتونیم بگیم the alarm clock is ringing loudly. یعنی ساعت زنگدار داره بلند زنگ میزنه. علاوه بر اینها میتونی تو انگلیسی تمرین کنی، اون بشنوه و اگر ایرادی داشتی رو بهت بگه و اصلاحت کنه. حالا یه بار من میگم ببین درست گفتم. The alarm clock is ringing loudly. درست گفتم؟ بله درسته. فقط یه نکته کوچیک. alarm با صدای آ شروع میشه، پس باید بگید the alarm clock. تا پیش از این چنین قابلیتی فقط روی چت جی پی تی، اون هم نسخه‌های پولیش فعال بود، ولی الان جمنای این دسترسی رو به ما داده تا به صورت رایگان هم روی آیفون و هم روی اندروید این دوربین رو فعال کنیم و ازش استفاده کنیم. بچه‌ها در آخر متنشو هم بهمون میده، دیگه چی میخواین؟ فقط یه مشکل داره، همون مشکلی که چت جی پی تی هم داشت. از داخل ایران و با آی پی ایران نمیتونی راهش بیاندازی. توی یه ویدیو کمتر از 5 دقیقه بهتون آموزش دادم تا چطور این مشکل رو بدون استفاده از وی پی ان و به صورت رایگان هم توی آیفون و هم توی اندروید برطرف بکنید. فقط کافیه که کلمه شکن رو ارسال بکنید، لینکش براتون ارسال میشه. پیج رو دنبال کن، زبان انگلیسی رو با یه همچین ابزارهای نوینی آموزش میدم.